السلام علیکم برادران عزیز. در مرکز جماعت دیهات سنگور نوحیه قرار داریم. امروز برف به حد کلان کلان و با مزه برده است. به حد برف تنج برده است. ما 15 کیلومتر دورتر از مرکز سحری اومدیم که بر وقتتر بگردیم بریم برف ما رو محکم نکنه رحمنا. لیکن کمتر دیر کردیم برف هم وزمین زد. اومدیم در این راه حدود یک 7 کیلومتر اومدگیم. 7-8 کیلومتر دیگه موندگی. 15-16 کیلومتر گفتیم. ماشین هول راه رسیده است. برف هم نعمت چریزونده است از الله مهربانی. و درک بریده است. بچه هم زحمت کشیده است. بین ارغم کون و لایرون وضعیت جغیر شد. تو بگره تبورا چی گم میشه اکای کی همین خیلی ماشین مود در راه نبرومدی برفی تر بود در مرکز. بالاتر که مادیم 10-15 کیلومتر برف کاخ شده است. ماشین ای راه میپرتوید. راه هم رفتگی نیستن. کالیا میگیم ما. کالیا پای هم رفتگی ماشین های دیگر. در او پای ماشین بلندتره از زمین بلندتره. میگه برفی زدگی باز ای پای ماشین بلندتره. اگر ای همون پای کمتر لغزیدی پایینتر اینا نمیاره. اینا یک پرا همین خیلی گرنگ رفتن میگیره. بعد برف هم بریده است از غوث راه نمیبینی. همه سفیده یگون پای نیست که بینی. برای درک بریده است. با یک پای بلند رفتن. چاکو زحمت سخت کشیده سنک. ایده پاتینکو اینا گم اینه دیگه. تو همینجا آمدیم یک 7 کیلومتر دیگه پای گم کردیم. اونجا ماشینمون پرید برای پایان جاری راست زمستون هم خیلی که پرواز میکنیم میره. فقط کرختی نداره همه خیلی جاهایم برادرها. اینا با بیل خوشبختانه که ما بیل داریم. تا کشبیل داریم. یک تا کلان داریم. تورم داریم در ماشینمون. با گفتی یک برادرمو خسک شفیار نیستنده. حالا همین خیلی راه میرویم. ولی نویجا یک جا محکم شدیم. راه رفته حرکت میکنیم. خیلی باز برای ماشینای دیگرم این خوبه که ماشینای دیگرم بیان محکم نمیشن میرون. رایون سنگور سابق طویل داره برف و درک خشو بریده شده است. ماشین و حال زور مکسات که بعد ما هم میشه قریب سهارا باید برف داره. پرگنوز خیلی پیش می‌کردن. هر برف میره. خیلی پرگنوز دادگی. دیگه وافیرو میبرویا. حالم است. که تغییر دیگه. خداوند اگر نصیب کرده باشه که بریم بود هوا را به زیب دادگی. خداوند خودش خداوند قدرت داره. انشاءالله یکی میبینی هوا میکنه. هوا مینه انشاءالله با رها وی میشوند که الله خودش این بی عیب همه ما گناهدار پیش الله دعا میکنیم که هوا کنه مردم کوهستان در گشت گرد باشن که بوره چنده بوره با بیزیب قین سخت. خداوند همه را نگهدار باشه در امان خدا باشه. یکی همه در راست رنگش بیو تا کج نمیگرده. خاکش بال نرازی ماشین هوایی بسته بالنو توکرم. امروز برادر به حد برفی خوب زده است در ناحیه سنگور. جماعت سنگور تلدرای سابق در مرکزی جماعت بودیم که برف زد یگان 10-12 سانتی متر. گفتیم هیچ گپ نه. این طرفتر اومدیم که خودش وجه بگذشت بلوگ رفت. گفتیم که بر راه راست میریم راه نمیبینی. همه سفیده یگان جور نمیبینی. راه راست رفته نمیتونی. بوکسوات کردم خیلی رفته خیلی نزدیک اومدیم. یک 5-6 کیلومتر دیگه موندگی.
میگم رفته رفته بریم. منم خیلی حالم تری احوال. انا برادران امیر میگن وطن. سفان چه خیلی وطن؟ برای در وطن زندگی کردن دل گرده در کوک زندگی هر خیل آدم دیگه زندگی کنه. انا گفت کتابیش گفتی. اینا برادران تو رسیدیم که بگاه شد ساعت نیم تکم 6. های حرکت کردیم. اینا برفای در راه جمع شدگی نه راه بیرون که میبروی پیش ماشین پر میشه. این دیستی برادرای اینا نشد زنجیر بستیم. به زنجیر نمیشه. این زنجیر هم یخ کردگیان. همین خیل برادرها حرکت کردیم مادیم. اطراف تماشا کنی همین خیل همه برف پوش همه سفید درخت ها همه سفید شدگی. برف هم خیلی زد امروز. اگر امشب تا سحر بزنه انا همینجا میبینیم که امروز چند خبر زدگی در بالای اغل اینا هست یگون 20 سانتی متر بالا هست. اطراف برادرها همه سفید پوش های. یک اطراف تماشا کنی برادرها میگن نوارها برادرها برف قدر بسیار شدگی که نمیشه دیگه جور رفته. یک جور رفتن 1 کیلومتر راه میره مثل که 10 کیلومتر رفته هم خیل. با همین راهمون بازور میریم سحری رفتیم بگه اومدیم. ساعتی نیمی 10 حرکت کردیم ساعت نیمی 6 اومدیم رسیدیم. اگر برف نمیبورید ممکن که بر وقتتر میرسیدیم. شاید بر وقتتر میرسیدیم. اینکه برف بورید در راه غم داد رفته راه اومدیم. یک چیز دیگر برادرها پیشنهاد کردن که یک کوادراکوپتر بگی یک درون ورتولوتی که کامera داره پرواز میکنه پول خطی اپرالات میکنی هم خیلی یک برادر داره اون هم پیشنهاد کرد گفت که دارم یک تا خریدگیم تمام تجهیزاتش یک جایان باز ارزان تر میکنیم اگر که توغری بشه معقول بشه در نوار دیگری در پایان ویدیو رقم کارتر میمونیم. کسی که خواهشمنده مجبور نیست کسی مجبور نمیکنیم. کسی که میخواه خواهشمنده یک تا درون بگیریم که کمتر ای ما دورتر بره تا جایی که زوری ما رسید رفتن بریم ای جا طرفش درون بروه کوادراکوپتر بروه کمتر به نوار بیره. خیلی برادرها یک جای تماشا میکنیم. کسی که میخواه دستگیری کنه نمیخواه زنده باشه. خیلی برادر عزیز نوار امروز ما همین خب بگشت است گو ملکه کردن در کار و یا حق دارن همین خیل ملکو نداریم یک گوره که کنیم و بریم در پیچکه استراحت تلویزیون مونیم. خبر فیزده است که تلویزیون دیگر نمیگیرن بریم آنتن تازه کنیم. انا هم خیلی برادر عزیز زنده باشه در امان الله باشه. در نوارهای آینده باز با میخریم. اینترنت هم وقت اخیر غم داده است. واویلون همه قزنگ میزنیم واویلون قطعی کار واویلون کار میفرمیم. یک ماه دو ماه پیش وقتی زگروز که میدیدی که در بین 5 سکند 10 سکند 1 میگابایت زگروز کم میشد. حاضر مینوتاش قطعی 5 6 مینوت انتظاری میکشید در سیت 3G با پاکت خریداری کردگی بیز لیمیت نه پاکت خریداری کردگی قطعی 10 مینوت زیاد میکنی 1 میگابایت میگذره. یک بزا ای روزی از شب یک شنبه حرکت یک شنبه سبقتی بزکشی تمام شد سر کردیم زگروز کشه تا روزی پنجشنبه را یا روزی جمعه تا همه روزا تا روزی جمعه را شب ساعت 3 شب بود شد. این شب باور کنی یکم نمیشه واقعی در سیت 3G میرای 2G برابر 2G کار میکنه. همقدر زنگ زدیم گفتیم که اینو درسته اینو خیلی نشد فهمونده خاموش ایستادیم. همین خیلی برادر عزیز گپی بسیار زدیم. باز یک بار دیگر اطراف تماشا کنی. این حالا شنوندگی من همین سالا
шукрона аллоҳ ки 1700 дуна 1400 дуна часпидагӣ ай 1700 дуна шинондем я шинондем ахириш зиёд нест ай ахирша намебинӣ поёнтар бисёр қоқ шуд овардем алов мекунем ҳеҷ гап не боз имсол насиб боша боз мешунем гуфтем ки 1700 дона шунем 300 донаш қоқ шуд шукронаи аллоҳ боқимондаш ҳаст ай оянда оли мебинӣ ки ҳамин барбара зеб метиянд ҳамин хел оле ай ҳамин шинондагио боз 3-4 метр болотар ҷобор канда истодам насиб боша як ради дигар болотар мешунем хайр ҳамаш насиб зинда боше бародари азиз дар амони аллоҳ бошед то боздид